دوستان عزیز، شام بخیر. امیدوارم خوب و خوش هستید و توانستید نتیجه لاتاری گرین کارت خود را بفهمید. امروز یک برادر در تماس شد و گفت که نتوانسته است مستقلانه در این سامانه نتیجه لاتاری گرین کارت را ببیند. خوب یک بار میبینیم. عادتا روزهای اول و دوم از بس که از تمام دنیا به همین سامانه وارد می شوند و نتیجه گرین کارت خود را سنجیدن می خواهند، این برنامه به سختی کار می کند، چون که این همه درخواست ها را هضم کرده نمی تواند. برای همین اگر نتوانستید روزهای اول بسنجید، کمی صبر کنید، یک دو سه روز بعد می توانید بخت خود را بسنجید. خب حالا می رویم به چک استاتوس و از روی معلوماتی که این برادر به ما فرستاده بود نتیجه گرین کارتش رو می فهمیم. خب ما کانتینیو رو زیر می کنیم. اگر از ویدیوی دیروزه در یاد داشته باشید، اینجا کانفرمیشن نمبرش رو می نویسیم. کانفرمیشن نمبر با عدد 2026 شروع می شود و بعدا با رقم و با حرف ها ادامه می یابد. همه حرف ها را با حرف های کلان نوشتن در کار. کوشش کنید که خطا نکنید. خطا کنید نتیجه نادرست است. و اینجا نسبش را می نویسیم. نسبش را نوشتیم. اکنون سال تولد. اینجا یادتان باشد برنامه رمز می دهد. همون رمز را می نویسیم. هر دفعه رمز عوض می شود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه را می بینیم. متاسفانه گرین کارت این دوستی ما نگذاشته است، یعنی او را انتخاب نکردند. خب دوستی عزیز، ناامید نشوید. میگویند که هر چی که می شود خدا داناست، یعنی آن به بهبودی است. سال دیگر می توانید بخت خود را بسنجید.